خب دوستان، بلوک سیلند رو ما کامل داغون کردیم، شستشو شد، تمیزکاری کردیم. گرفتگی داشت از سوراخ روغنی که به سرسیلند میرسید و باعث شده بود که میکسوپاپ رو خراب کنه، اسپک‌ها رو خراب کنه. یاتاقان‌ها هم یه مقدار گشاد کرده بود. دیگه باز شد، همش تمیزکاری شد، شستشو شد، سوراخ‌ها رو با فنر زدیم، باز کردیم. حالا موقع بستن موتوره. اولین کاری که میکنیم رینگ‌ها رو جا میزنیم. حتما این کارو بکنید. دهن رینگ خیلی مهمه. دهن رینگ نباید بالای 35 باشه. 30 بهترینشه، بالای 35 نباید باشه. از پشت خود رینگ ها هم نباید فیلر 500 رد بشه. حالا این فیلرهایی که ما زدیم فیلر 30 به سخته میره، یعنی به سخته که نه، یه مقدار روونتر، ولی 35 نمیره. ببینید به شما 35 نمیره. همه دهنه ها رو همینجوری ما چک کردیم و پشت خود رینگارم همه رو فیلر 500 زدیم و هیچ مشکلی نداره. ببینید هیچ فیلر پشت رینگ نمیره و این نشون دهنده اینه که سیلند حالت بیزی نگرفته و رینگ قشنگ کامل آب بنده. حالا امروز هم که ما میخوایم این فیلمو بذاریم، این ساختمون روبروی ما داره میسازه. چند وقتی بود اصلا نمیساخت، حالا دیگه امروز داره میسازه. شانس ماست. اسرائیل نزنتمون خیلی. خب در ادامه بهتون نشون میدم که چه کارهایی باید انجام بدیم. خب ما باید پیستونا رو عوض بکنیم. پیستون اعزام گرفتیم برای پراید. نحوه جا زدنش رو بهتون نشون میدم، در آوردنش رو بهتون نشون میدم. شاتوناش سالم بوده، داغ کردن نداشته، سرخ شدگی نداشته. خب برای در آوردنشون ما پرس دستاز داریم خودمون. یه گجمپینو لبشو نازک کردیم، ببخشید یه میله دند دیشلی پرایده، لبشو نازک کردیم و که داخل خود شاتون بره و یه دونه قالب هم درست کردیم که برای زیر پیستون که میفته زیر اینجاها که پیستون رو خراب نکنه. حالا شاید مثلا دست دومش بالاخره برای جای استفاده بشه. با پرس در میاریم. در ادامه بهتون نشون میدم. خب پیستون رو گذاشتیم زیر پرس و راحت گجمپین رو از تو پیستون در میاریم. قشنگ شاتون از پیستون در اومد. هر 4 تا رو این کارو میکنیم. برای جا زدنشون هم بهتون نشون میدم که چیکار کنید و چجوری باید جا بزنید. خب قبل از اینکه بخوام پیستونا رو تو شاتون جا بزنیم، یه جمپینا رو با کونه باید تمیز بکنیم. دستتون هم حتما تمیز بکنید، آلوده نباشه، کثیف نباشه. یه جمپینا رو داخل پیستون باید آب بند بکنیم که نرم و راحت جا بره. به این صورت باید روون بشه. حالا من امروز همکارم نیست که فیلم بگیره، مجبورم خودم فیلم بگیرم و خودم کار انجام بدم. ولی یه جمپین اگه دیدین داخل پیستون یه مقداری سخت جا میره، با یه دونه چوب میتونید بغلای گجمپین بزنید، به این طرفاش بزنید، گجمپین رو داخل خود پیستون روون بکنید که روون باشه. پیستون اعزام تا الان ما هرچی انداختیم، حالا بحث تبلیغش نیست، ولی نسبت به پیستون‌های دیگه اون خلاصی رو داره.
مثلا الدورا به هیچ عنوان نبندید. اصلا الدورا پیستوناشون غیر ممکنه گرین پاژ نکنه. من تا حالا هرچی اصلا دو مرحله بستم استارت اول گرین پاژ کرده، با اینکه روانکاری هم شده و همه کاروش انجام شده. کلا پیستون‌های الدورا قدیم این مشکل رو داشته و هنوزم داره. موقعی که میبندی روونه هیچ مشکلی نداره، موقعی که داخل ماشین بسته میشه استارت اول گرین پاژ میکنه. ما بیشتر اعزام رو پراید میندازیم، خیلی خوبم جواب میده، هیچ مشکلی هم نداره. اینا رو روانکاری میکنید، 4 تا پیستون رو روانکاری میکنید، شاتونا رو کامل تمیز میکنید، با برو سیمی میشورید، هیچ کثیفی نداشته باشه و رو بخاری. حالا ما یه بخاری دستساز داریم، حالا با سری پیک هم میشه. ما اینا رو میذاریم داغ میشه، هر 4 تا شاتون رو میذاریم داغ بشه، پیستون رو هم روانکاری میکنیم. موقع جا زدنش هم به شما نشون میدم. حالا خدا کنه بتونم، دست تنها هستم بذاره سخته. حالا ببینم میتونم دوربین جایی بذارم که بشه قشنگ فیلم گرفت. در ادامه بهتون نشون میدم. یه نکته دیگه ای بود که یادم رفت بهتون بگم، کل پیستونا یه قسمت کم فشار و یه قسمت پرفشار داره. یعنی اگه دقت کرده باشین این قسمت پیستون کوچیک‌تر از این قسمته. قسمت پرفشار و قسمت کم فشار. قسمت پرفشار به سمت پشت موتور میفته. این ناخونی که روی پیستون هست اینو نشون بذارید. این قسمت پرفشاره، قسمتی هست که خود شاتون حتی یه سوراخ کوچولو هم داره که از زیر اینجا روغن پاشیده میشه زیر پیستون که قسمت پرفشار پیستون رو روغن کاری کنه. اینو حتما حواستون باشه موقع جا زدن پیستون. اون سوراخی که رو شاتون هست باید به سمت پشت پیستون بیفته، یعنی به قسمت پرفشار. این قسمت که الان من علامت زدم این قسمت باید بیفته موقع جا زدن شاتون. خب یه جا رو پیدا کردم، بالاخره دوربین رو گذاشتم. بعد جا زدن شاتون باید کامل داغ بشه. قسمتی که کم فشار پرفشار هست رو علامت زدم که مشخص چجوری باید جا بزنیم. قسمتی که شاتون سوراخ داره باید به سمت اون قسمتی بیفته که کم پرفشاره. برای جا زدن گژن رو کامل به تر میذاریم. شاتون که داغ شده رو سریع داخل پیستون میذارید و با داخل انگشت میگیرید و سریع روغن میذارید. میذارید کامل خنک بشه. به همین راحت. اولین شاتون ما جا رفت. 4 تا شاتون هم جا میزنم چون من کسی نیست فیلم بگیره دیگه، مجبورم اینجوری کار کنم. الان نگاه کنید قشنگ شاتون تو مرکز شد. نه از این طرف زیاد داره نه از این طرف. 4 تا شاتون هم به همین شکل جا میزنیم. خب مرحله بعد پیستون که جا زدیم گذاشتیم تا خنک بشه. مرحله بعد جا زدن یاتاقاناست و آب بندی کردن میلنگ. جا یاتاقانا رو قشنگ تمیز میکنید، کثیفی نداشته باشه، باد میگیرید. برای جا زدن یاتاقانا الان یاتاقانا استاندارد خورده. مارک IBBC یا بوشیران یاتاقانا خیلی خوبی هست، ما استفاده میکنیم. نحوه جا زدنش هم به این شکل خارجا میندازیم، خیلی راحت با انگوش فشار میدیم. این لبه نباید بالاتر باشه، این لبه هم نباید بالاتر باشه. قشنگ به این شکل کفم قشنگ تخت بشینه. قسمت هایی که شیار داره پایینه کف یاتاقا میفته. قسمت هایی که شیار نداره به سمت بالای یاتاقا میفته، کف یاتاقا میفته. این به همین راحتی جا میره.
یاتاقان‌ها هیچ فرق نمیکنه، هر کدوم انداختین مهم آب بندی کردنه. فقط اون شاتونایی که موقعی که باز میکنید حتما علامت بزنید. من یادم رفت تو فیلم به شما بگم، شاتونای متحرک و یاتاقان‌های متحرک و شاتونا باید علامت بخوره که ما بدونیم مال کدوم دهنه هست. الان من میرم نشون بدم. نگاه کنید، ما الان اینو علامت زدیم، 3 تا شیار زدیم، یعنی مال دهنه سومه. حالا ما داغا نمیشه نشون بدم. از 1 تا 3 ما از قسمتی که تصمیم تایم میخوره جلوی موتور از اونجا حساب میکنیم. از اینجا قسمتی که واتر پمپ هست و جلوی میلنگ هست ما دهنه 1 رو حساب میکنیم و دهنه 4. از 1 2 3 4 علامت میزنیم. خب حالا ما میلنگ رو جا میزنیم، بغل یاتاقانی ها رو جا میزنیم. یاتاقانای بالا مال ثابت رو جا میزنیم و با ترکمل میکشیم و با کاغذ 500 کاغذایی که مال فاکتوره. حالا یه سری ها میان با کاغذایی که مال دستگاه کارتخانه، اونا 300 اونا خیلی کم میشه فاصله بین میلنگ و یاتاقان. فشار روغن رو خیلی میبره بالا ولی عمر یاتاقان رو کم میکنه. 500 خیلی عالیه. 500 خلاصی بذاریم برای فاصله بین میلنگ و یاتاقان، خیلی عالیه. هم فشار روغنتون بالاست، هم که یاتاقانتون زود آسیب نمیبینه. کاغذهای 500 هم یعنی با میکرومتر که اندازه بگیرید، کاغذهای فاکتوره، دست فاکتورایی که می‌نویسین کاغذاش 500 از اون کاغذ استفاده کنید. حالا در ادامه بهتون نشون میدم. خب یاتاقانا رو جا زدیم تو کف یاتاقانا، با کمد تمیزشون کردیم. موقع آب بندی کردنه، برای آب بندی کردن بغل یاتاقانی رو حتما جا بزنید. نحوه جا خوردنش هم این 2 تا شیار به سمت میلنگ باشه، اینو برعکس جا نزنید. با روغن خوب روغنش میزنید و به این شکل. این 2 تا شیار به سمت میلنگ باید باشه برای روغنکاری میلنگ. اینو برعکس جا نزنید، اینجوری جا نزنید، به این شکل باید جا. خیلی راحت جا میره. بغل یاتاقانی استاندارد ما زدیم. کف یاتاقانا هم خودشون شماره دارن، نیاز به شماره زدن نداره. میلنگ رو روغن میزنیم. شماره 1 از همینجا میخوره جا. دقت داشته باشین که اینجا خار یاتاقان روبروی خار پایین قرار میگیره، اینو برعکس جا نزنید. هم تو شاتون هم تو کف یاتاقان ثابت همه ماشینا اینجوری هم. خار یاتاقان بالا روبروی خار پایین قرار میگیره به این شکل. این شماره 1 بود. شماره 2 رو خودش داره. از دوباره خار روبروی خار. شماره 3 خار روبروی خار. حتی یک فلش هم رو 3 داره که به سمت جلوی میلنگه. 4 بغل یاتاقانی قرار میگیره. برای پراد دیگه نیاز نیست بغل یاتاقانی بالا بخوره. پژو بالا میخوره، 4 تا میخوره، ولی برای پراد 2 تا میخوره، نیازی نداره. خود این کف یاتاقان نگرش میداره. خار روبروی خار، پنجم همینطور خار روبروی خار.
سعی کنید موقع موتور جمع کردن از دستکش استفاده نکنید اصلا. دستای خودتون رو با بنزین بهشون تمیز بکنید. همین کافیه. دستکش کارتون رو کثیف میکنه، خراب کنه. خب پیچ‌های کف یاتاقان رو با بوکس بادی کف میرسونیم، با ترکمت 90 تا میکشیم. پیچ‌های کف یاتاقان رو کامل تا ته نشوندیم، با ترکمت 90 تا میکشیم. خب خلاصه میلنگ رو میبینیم. رفته برگشته میلنگ هم چک میکنیم. الان میلنگ راحت تاب میخوره. میلنگ نباید با دست اینجوری بزنیم دو سه تا دور بخوره، خلاصی زیاد باعث میشه که فرار روغن داشته باشی. مخصوصا تو پژو اتفاق میفته فرار روغن، چون پژو سرسندش هم یاتاقا میخوره رو میرسوپا. خیلی مهمه که آب بندی باشه. وقتی از این لاینر بندی نباشه، آب بندی نباشه، فرار روغن زیر یاتاقانا داریم. چراغ روغن پشت چراغ ترمز که وامیسی دل میزنه. بعد همه فکر میکنم حالا اویل پمپ یا مثلا حالا فشنگی روغنه، ولی این به خاطر فرار روغنه. بیشتر مکانیکا میگن نه این باید لقی اینقدر باشه دست بتابه، اینجوری نیست. نه، ببین باید میلن نه روون باشه نه صفر باشه. الان ما دونه دونه اینا رو باز میکنیم، کاغذ 500 میذاریم، مشخص میشه که چقدر خلاصی داره. خب برای لاینر بندی آب بندی میلن یک کاغذ 500 ببینید با میکرومتر مشخص. الان این 500 ما قبلا لاینر برنجی داشتیم، متاسفانه گم کردیم، الان با کاغذ میگیریم. ببینید 500 کافیه براش، کمتر نگیرید، میلن قفل میکنه. کف میشونیم با ترکمت 90 تا میکشیم. اینجا باید میلنگ قفل کنه. اگه میلنگ قفل نکرد یعنی خلاصی بین یاتاقان میلنگ بیشتر 500 ببینید الان میلنگ کاملا قفل کرده. میلنگ کاملا قفل کرده و کامل نمیتابه، به هیچ عنوان نمیتابه. این مشخصه که الان خلاصه اینجا تا 500 ما داریم. تمام کف یاتاقانا رو دونه دونه و همین شکل ما لانه بندی میکنیم. اگر زیرش کاغذی که میذاریم اگه میلنگ بتابه، کف یاتاقان رو با سنباده توی یه جای صاف میذاریم و کف رو میزنیم، اندازه میکنیم. و اگه تنگ باشه، چون الان من یه کاغذ 300 هم میذارم زیرش، اگه ببینم که بیشتر 300 باشه اونو از داخل با یه سنباده های گردی هست با دره، جاهایی که نیاز هست با اون میزنم. خب الان از داره بازش میکنیم. میبینید کاغذ رو برمیداریم، از دوباره میبندیمش.
دوباره به تکمت این بند 90 رو از دوباره بکشیم. میلنگ راحت میتونه دونه دونه اینا رو با لاینر بندی میکنیم. هیچ کاری هم نداره. این تراشکاری هم که ببرید، تراشکاری هم همین کار رو انجام میده. بهتره که خودتون انجام بدید. کاری که خودتون انجام بدید خیلی بهتر از اینکه تراشکار انجام بدید. میلنگ کامل قفل میشه. روونه. فکر کنم روی موتور ماشین این چیزی که باید به شما نشون بدم و نتونم نشون بدم، چون این احتمال تمام دهنهاش خوب باشه، مشکلی نداشته باشه. حالا ما فیلم رو قطع میکنیم. اگه دیدم دهنه‌ای بود که مشکل داشته باشه که بخوایم کم و زیادش بکنیم، اگه کفش برداریم یا داخلش برداریم به شما نشون میدم. خب تمام کپ یاتاقانا رو زیرشون لاینر گذاشتیم. دهنه‌ها خوب بود، اندازه‌هاش هیچ مشکلی نداشت. میلنگ روانیش خیلی خوبه. ببینید قشنگ این دور با دست نمی‌خوره، نه شله نه سفت. عالی. خب حالا برای جا زدن شاتونا ما میتونیم میلنگ رو وقتی که هنوز نبستیم شاتونا رو آب بندی کنیم، لاینر بندی کنیم. میتونیم هم جا بزنیم بعد لاینر. من خودم میبندم، پیستونا رو جا میزنم، لیگو پیستون رو جا میزنم، دونه دونه لاینر بندی میکنم، هیچ مشکلی هم نداره. البته یه چیز تجربیه. ببین حالا یکی از نمیتونه، مثلا باید حتما رو میره بسته باشه، شاتونا تست بکنه، ولی ما میبندیم مثل همین الان که با آچار 22 میندازیم، با همین تست میکنیم. اگه نگیره بتابه قشنگ کفه کم میکنیم، اگه گرفته باشه که به قول معروف از داخل میگیریم. الان لاینر بندی شده، آب بندیه و میدونیم که بین یاتاقان و میلنگ 500 فاصله داره. خب قبل از که بخوایم رینگ و پیستون رو جا بزنیم، رینگ رو پیستون رو بدونی که رینگاش رو سوار کنی داخل سیلندر تست میکنی. اگه گرفتگی داشته باشه خب هر طرفش یه خش جزئی میندازه، همون طرف رو با چوب بزنید، نذارید پیستون حالت گرین پاجیب جا بره. الان نگاه کن این پیستون چقدر روون و خوبه، هر طرف راحت میره. باید به همین شکل باشه. همه دهن‌ها رو همینجوری تست میکنید. یعنی حالا من دارم با یه دونه پیستون انجام میدم، مثلا الان این که ما علامت نزدیم یعنی پیستون شماره 4.
خب یعنی این پیستون برای همین دهنه باید تنظیم بشه. ببینید اگه گرفتگی چیزی نداشته باشه، حالت گرین پاجی نداشته باشه، اگه داشته باشه با یه دونه چوب میتونید پیستون رو بزنید اون قسمت رو درستش کنید که راحت تر پیستون داخل اینجا بازی بکنه. اینم یه نکته بود که بهتون بگم. خب الان میریم رینگا رو داخل پیستون جا میزنیم و نحوه جا زدن تو خود سیلندر هم بهتون نشون میدم. خب برای زدن رینگ داخل پیستون ما گفتیم این قسمت کم فشار پیستونه، قسمت پرفشار پیستونه، جایی که گفتیم سوراخ تو شاتون هست میپاشه، حتی علامت هم زدیم بهتون نشون دادیم. اینو رو گیره میبندید، زیاد سفتش نمیکنه، در حدی که نگرش داره. میخوام الان رینگا رو جا بزنیم. اول رینگ روغن رو جا میزنیم، رینگ یکش رو جا میزنیم میتابونیم. رینگای روغن بعد یه مقدار فشارشون بدیم ببینیم به کدوم سمت میاد. ناکنید به سمت بالا میاد. این باید به سمت بالای پیستون بخوره. جوری طراحی شده که بتونه روغن رو تو جدار بلوک سیلندر کنترل کنه و به تمام پیستون بده. اینو برعکس جا نزنید. حالا برعکس جا زدنش اتفاقی نمیافته ولی اون روغن کاری که باید درست انجام بده و انجام نمیده. این حالت فنریه به سمت بالای پیستون باید باشه. اول پایین جا میزنیم. فنریه به سمت بالا. دومی جا میزنیم. رینگ کمپرس دوم یه کنیک داره اینجا. این کنیک به سمت پایین باشه. بعضی رینگا یه نوشته آر داره، آر به سمت بالا باید باشه. حالا بعضی رینگا هست آقا نداره. خب این شاید اصلا نیازی نداشته باشه ولی این کنیک باید به سمت پایین باشه. این رینگ دومه. برای جا زدنش هم این رینگ رو به این شکل میذارین، دو تا انگوش دو تا دهنه باز میکنی یه مقدار، رینگ راحت تو جا خودش میشینه. رینگ کمپرس اولم یه آر داره بالاش، اگه نداشته باشه هر طرفی بزنید هیچ مشکلی نداره ولی اینایی که علامت داره باید به سمت بالای پیستون باشه. اینم از دوباره به همین شکل جا میزنید. نگاه میکنید ببینید داخل پیستون رینگ گرفتگی نداشته باشه، راحت با دست بچرخه. این رینگ جا زدن داخل پیستونه. حالا ما 3 تا پیستون دیگر هم رینگاشو جا میزنیم. موقعی که میخوایم داخل سیلندر جا بزنیم این رینگ ها رو باید ترتیبش رعایت بکنیم، اونجا هم بهتون نشون میدم. خب ما رینگ ها رو جا زدیم. رینگ ها هم روون و خوب تو داخل پیستون میتابه. یاتاقان هم به همون روشی که بهتون گفتم جا میزنید. فقط دقت کنید این سوراخ شاتون حتما باید راش باز باشه. اگه راش کیپه نگاه کنید دقت کنید، اگه کیپه با یه سوزن لا رو باز کنید چون خیلی مهمه. این روغن رو به جداره سیلندر و زیر پیستون زیر گیج ام پی میپاشه که جلوگیری کنه از گرین پاش کردن و روونکاری کردن. خب حالا برای که ما میخوام پیستونا رو جا بزنیم اول باید رینگا رو با روغن قشنگ داخلشون رو با روغن میکنید. قشنگ پیستون رو با روغن چرب میکنید. رینگا رو داخلش یه دور میتابونید. خب حالا نحوه جا زدن از رو دیگه میبندیم. قسمت پرفشار موتور رینگا دهنش هیچ وقت به این سمت نندازیم. موقع بستن پیستون رینگ هرچی به سمت کم فشار باشه خیلی بهتره. حالا یه سری دوستان میگن که رینگ میتابه داخل موتور، هیچ ربطی نداره. بله احتمال داره رینگ بتابه ولی رینگی که سیلندری مثلا بیشتر از 400 خلاصی داشته باشه اون رینگ میتابه، ولی رینگای ماشینایی که 400 قشنگ خلاصی داشته باشه این رینگ به هیچ عنوان نمیتابه. تا زمانی که موتور گشاد نکنه سیلندر این رینگ نمیتابه. پس خیلی دقت کنید بلوک سیلندر تو حتما رو 400 باشه. 400 خلاصی به تراشکار بگیم براتون 400 خلاصی بگیره. رینگاتون هم به سمت کم فشار پیستون جمع بکنید. حالا نحوه جمع کردنش که رینگ اولو لبه گیج ام پی به این سمت و رینگ بالا لبه گیج ام پی اینور جمع میشه. رینگ روغنی هم دو تا لبه‌شو به سمت
پشت موتور بندازی هیچ اتفاقی نمیفته. به سمت جلو هم میتونی بندازی، ولی چون دهنه‌اش حالا شاید نزدیک به دهن کمپرسور 1 و 2 بشه، این پشت موتور بندازی خیلی بهتره. با رینگ جمع کن جمع میکنید. خب برای رینگ جمع کن حتما رینگ جمع کنتون با بنزین بشورید، تمیزش بکنید، آشغال نداشته باشه. با روغن چربش میکنید کل دیوارشو. این شکل هیچ وقت خشک این کار انجام ندید. رینگ جمع کن قشنگ داخل پیستون میندازین، دستتون میندازین، شاستتون رو میندازین پشت اینجا که رینگ جمع کن موقع بستن رینگا رو نتابونه، چون با خودش میتابه. نکنید ما کامل سفتش میکنیم. الان رینگ ما کامل جمع شد. حالا باید بریم برای رو موتور، جازدن رو موتور یا تا اون روغن میزنیم با یه دسته چوبی. بریم. خب الان برای جا زدن قبل از که بخوام جا بزنیم بلوک سیلندر رو باید چرب بکنیم با روغن قشنگ با دست تا جایی که انگشتتون میره چربش بکنید. میلنگ رو به سمت پایین میتونه بدیم، به سمت بالا هم میتونید بدیم. من بالا راحت ترم. خب این قسمت پشت موتور پراید، جایی که فیلتر روغن میخوره. قرار شد که ما پیستون قسمت پرفشارش به سمت پشت موتور باشه و خار میلنگ هم خار شاکون هم به سمت پشت موتور میافت. به این شکل پیستون رو جا میزنیم. خود رینگ جمع کنم قشنگ میکوبیم جا بیفته که احتمال داره بالا پایین باشه، رینگ رو بگیره اذیت بکنه. یه دست قشنگ تنظیم میکنید، یه دست بدونه که بخوایم فاصله بندازیم با ضربه. الان پیستون جا رفت. این قشنگ شاتون جوجه خودش نشسته خیلی خوب و خاره میدم به سمت پشت موتور. الان کپی اتاقانش رو میبندیم. کپی اتاقانش رو روغن میزنیم با انگوش پهنش میکنیم. خار روبروی خار قرار میگیره. حتی اگه دقت کرده باشیم حتی رنگ قبلی هم رو خود کپ شاتون مونده. خار روبروی خار جا میزنیم. با ترشمه شکل
از همینجا باید خلاصش مشخص بشه. نگاه کنید این خلاصه شاتون این با دست مشخصه، این لاینر هم که نندازید مشخصه، ولی بازم ما لاینر میندازیم که شما ببینید. این الان این خلاصی عالیه. راحت بدونه که بگیره یا دست صفر بشه موتور داره میتاره. انگشت من بگیرید با یه انگشت بدونه که زوری بیارم موتور رو میبینید. موتور نباید اونقدر فیت باشه، نباید اونقدر شل باشه. این اندازه استاندارد میلنگه. پیستون‌های بعدی هم به همین شکل جا می‌خوره. خب 4 تا پیستون رو جا زدیم، پیچاش رو کشیدیم، نیاز به لاینر بندی نداشت. خود شاتونا خیلی عالی بود. خلاصی قشنگ زیر دست پیداست. این هم صداش. موتور روون قشنگ میتابه. خب مرحله بعد جا زدن اویل پمپ. اویل پمپ رو دو تا خارج رو به طرف بغل میذارید، پیچر سر میلنگ هم باز میکنیم و جا میزنیم. بهتون نشون میدم. برای جا زدن اویل پمپ دو تا پهنی جاخار اویل پمپ رو بغل میندازیم، خودش رو اینجوری میکنیم همراستای اون تا لبه میریم جلو با یه فیلر سی دور کاسه نمد که کاسه نمد قشنگ جا بشونه. این اویل پمپ به راحتی رفت جلو. پیچاشو میبندیم و صفر میکنیم. خب اویل پمپ بسته شد، پیچاش کامل بسته شد، صفرش کردیم. حالا نوبت توری روغنه. قبل از که توی روغن بخواید ببندید حتما داخل اویل پمپ رو روغن بزنید، پر از روغنش بکنید، هیچ ایرادی نداره. واشرش هم به هیچ عنوان چسب نزنید، این چسبا همش میره داخل موتور، کار اشتباهیه. الان همین موتورم اون سوراخی که مال روغن هست که میاد بالا تو سرسیلن همونو چسب کرده بود که اینطوری شده بود. برای بستنش فقط واشر رو بذارید و ببندینش، هیچ موردی نداره. خب توری روغن بسته شد با همون واشر هرال کارتل رو زیرش رو چسب میزنیم دو طرف رو، دیگه باقیشو رو اینجا نمیزنیم، به خود کارتل میزنیم. از چسبی که ما استفاده میکنیم چسب تسلا، واشر سازیش خیلی بهتر از مازدا و ویکتوره، هم که بهت زمان میده که بتونی قشنگ رو موتور کار کنی. حالا کارتلش رو میبندیم و در ادامه باقی چیزا رو بتونی نشون.
برای بستن واشه سرسیلند و واشه سرسیلند واشه رو به هیچ عنوان چسبش نکنید. با روغن خود واشه رو پر روغن بکنید، با روغن ببندید. خب واشه سرسیلند رو روغن زدیم و گذاشتیم. حالت بستن سرسیلنده. با مسماری بیشتر رو کف میرسونیم. من تا ترک 90 تا 70 تا شروع میکنم تا 100 تا بستگی پیچه.
با ترکمت بعد که پیچ‌ها رو به کف رسوندیم با ترکمت از 70 تا شروع میکنیم به کشیدن. یه مقدار ولش میکنیم، از دوباره رو 80 تا، بعد رو 90 تا، اگر راه داد پیش بمون تا 100 تا، ولی مرحله‌ای بکشید تا باشه تو جا خودش بیفته. به صورت حلزونی بسته میشه. وسط شروع میشه، وسط به این شکل بسته میشه میاد تا دفعه اول 70 تا میکشیم، چند دقیقه آزاد میذاریم که واشر هر چقدر میخواد بشینه. دور بعدی رو 80 تا میکشیم، بعد رو 90 تا. اگه به ما راه داد پیچش زیر دستمون خوب بود تا 100 تا رو میکشیم. خب الان چند دقیقه گذشته، رو 80 تا رو میکشیم. بازم چند دقیقه صبر بکنیم و 90 تا میکشیم. خب چند دقیقه گذشت، رو 80 تا، الان رو 90 تا میخوام بکشیم. پیچ‌ها زیر دست خوبه، یه مرحله رو 100 تا میکشیم، از اول چند دقیقه صبر بکنیم رو 100 تا میکشیم. خب اینم آخرین دور برای کشیدن پیچ‌های سرسیلن روی 100 تا. خب اینم آخرین دور، یک بار دیگه روش پیچ‌ها میکشیم که کم و زیاد نشده باشه. این یک اندازه صرف شده باشه. همه پیچ‌ها روی 1 کیلو صرف شده. مرحله بعدی جا زدن میکس و پاپ، بستن میل اسپک و فیلر کردن. میکس و پاپ این سمت خارج به سمت بیرون میفته، سمتی که سنسور میفته به سمت توپ.
میلسپاپ که جا زدین یه پایه‌ای داره پلیت ماننده به این شکله. بالا سر میلسپاپ میخوره که میلسپاپ خوب باشه تو جاش تکون نخوره. با یه پیچش 6 بسته میشه. جلوگیری میکنه از اینکه میلسپاپ حالت بازی طولی داشته باشه به این شکل. جلوشو میگیره تو جا خودش بتره. برای جا زدن پس نمد میلسپاپ یه مقدار روغن داخل اینجا بزنیم که حالت نرمی پیدا کنه، بهتر کار میکنه. خیلی کم، در حد یه قطره کافی. بعد با انگشت داخلش رو میکشیم که کل کاسه نمد رو بگیره. بعد آروم جا میزنیم. این دیگه نیاز به فیلر نداره، راحت خودش جا میره. خب برای بستن میل اسفک ها رو اشتباه نبندید، حواستون باشه. این بغل این سوراخی که اینجا هست سوراخ روغنه، باید با سوراخ اینجا یکی باشه. یعنی اشتباه نبندید. منو میلسپاپ اونور اینجا نبندید که راهش کور میشه، دیگه روغن داخل میلسپاپ نمیاد، اسفکاتون کچل میکنه. ببینید قشنگ به این شکل اسفکا تو جا بیفته. دقت کنید فنرها بین این جاها گیری نکنه، اسفکاتون گیری نکنه. اینو بسته شد دیگه، باید فیلرش رو بگیریم.
الان این بابینک بالاست به خاطر همین تکون نمیخوره. حالا این یکی دست بکن میبندیمش. خب این شکل اول جا میندازیمش. این دستا رو بکابونید، یعنی این سوراخ قشنگ باید روبروی سوراخ سرسیدن باشه. یا زیر یکی از این فناریه نگرده بود هستم. نگر دادم یکی خوبه اینجا نگرده.
چند بار چکش کنید چون این اسپک خیلی مهمه. اگه خوب تو جاش نشینه فیلر اصلا بهتون نمیده، صدا فیلر میده، اصلا کارتون رو خراب میکنه. خب این الان صفر شد. مرحله بعدی تایمش میکنیم. بعد که تایم کردیم قیچی میکنیم و همه رو فیلر میدیم. ازگر تصمیم تایمش رو میخوایم جا بزنیم. این فنر اول یه زایده اینجا داره، این زایده رو فنر میفته داخلش، مال وایل پمپ. پیچش همزمان دستی میکشین عقب، پیچش رو میبندید. کامل تا میدینش عقب. حالا تایم کردن اینجا یه فلاش داره، یه تو رفتگی رو دنده میلنگ داره، این باید رو گروه هم دیگه باشه. دو تا دونه خط روی میل سوپاپ داره، یکیش باید به سمت 12 باشه، یکیش باید با اینجا یکی باشه. حالا من آچار بیارم که تنظیمش کنم. خار میل سوپاپ به سطح 12 باشه، یه مقدار این ورتر اینجاست. فلاش تصمیت هم به سمت جلوی موتور باید باشه. خب الان یه مقدار ما تصمیت تایم این شلی که اینجا هست به سمت پشت باید بندازیم به این شکل. شلی گرفته شه، بعد هزگرد رو آزادش میکنیم. الان تصمیم کنم اینجا افتاد. الان رو ماشین روی این سرسیلن شمعاش ما باز کردیم که کمپرس نداشته باشه که راحت بتونیم فیلر کنیم. یک بار دیگه تایممون رو چک میکنیم. قشنگ ساعت 12 بود. پایینم اینجا. خب برای فیلر کردن چون این اسپک‌ها رو ما کامل نو انداختیم، اینا رو کامل تا ته میشونیم.
یه مقدار خلاصی اون نقاط کافیه. خب حالا باید قیچی کنیم. موتور رو میتابونیم تا این اسبک به حالت قیچی بشه. این الان هوا رفت رو به قیچی. وقتی این سیلندر یک، ما سیلندر یکمون رو از سمت تایم گرفتیم، وقتی این قیچی بشه میتونیم سوپاپای 4 رو فیلر بکنیم، دود هوای 3 رو میتونیم بگیریم و دود هوای سیلندر 2 رو دود سیلندر 2 رو میتونیم بگیریم. الان همزمان میتونیم 3 تا دهنه رو فیلر بگیریم. خب فیلر هوا رو ما 20 میگیریم، فیلر دود رو 25 میگیریم. حالا یه سری هستن مثلا 30 میگیرن، 35 میگیرن، من 20 25 میگیرم. چون موتور تازه تعمیره، فیلر خودش شل میشه، حالت شلی پیدا میکنه. ما 20 25 میگیریم، یه بار که روشنش کردیم خاموشش کردیم از اون بعد یه فیلر دیگه ازش بکشیم.
خب هوای 4 رو گرفتیم، دود 4 رو گرفتیم، هوای 3 رو گرفتیم، دود 2 هم گرفتیم. حالا میتوانیم سیلندر 4 رو قاچی میکنیم. نزدیک که رفت قاچی. خب حالا سیلندر 1 رو میتونیم بگیریم، هوای 2 رو میتونیم بگیریم و دود 3. ما هوای 1 رو گرفتیم. خب دود و هوای 1 رو گرفتیم. الان هوای 2 رو میگیریم. یک دو اون گرفتیم و میمونه دود 3. خب انجام شد. هوا دود گرفته شد، هوای 2 گرفته شد، دود هم گرفته شد، دود 3 هم گرفته شد. موتور تکمیل شد، فقط منیفول دودش بسته نشد که بره بالا، کمپرسور کولرش اینا بسته بشه، بعد بسته میشه دیگه. موتور رفت برای بالا رفتن. روشن کنیم، پایان کارم فیلمشو میذاریم. پایان کار پراید، موتور بسته شد، روشن شد. صدای موتور، فشار روغن، درجه آب، مرسی که با من بودین. ایشالله این تعیین موتوری که ما کردیم برای شما مفید بوده باشه.